مسئولان اداره آتش‌نشانی در خوجند روز 24 ایون درباره عاقبت‌های آتش گرفتن طربخانه کشتی تیمورملک صحبت کردند. آنها گفتند هنگام سوختار 80% ساختمان کشتی به مساحت عمومی 400 متر مربع سوخته کارناشایان گردید. آتش‌نشان‌ها سبب نابود شدن قسم زیادی طربخانه را به یک مصالح زود آتش کننده با نام الوکوبان ربط می‌دهند که در ساختمان طربخانه اکثراً از آن استفاده کردند. این مصالح در ترکیبش مواد نفتی داشته است و از این روز زود می‌سوخته است. آتش‌نشان‌ها میگویند با آنها میسر شد قسمتی از بینای رستوران را از آتش امین دارند. به گفته آنها یک قسم حجره‌های یاریرسان کشتی تیمورملک به مبلغ عمومی 150,000 سامانه امین نگه داشته شد. حالا تحقیق حادثه ادامه داشته سبب و عاملان حادثه و ضرر عمومی معین کرده می شود. طربخانه کشتی تیمورملک روز 19 ایون آتش گرفت. به گفته بعضی از شاهدان آتش از آشخانه طربخانه سر زده و علنگه آن تمام انشاءات را فرا گرفته است. سران شبکه طربخانه یککسرایی که چند ماه پیش اینجا را به اجاره گرفتند در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که به زودی رستوران را برقرار می‌کنند. عین زمان پاککاری در رستوران ادامه دارد. طربخانه ماه اپریل سال 2019 در حضور رئیس جمهور امامان رحمان باز شد و یکی از رمزهای خوجند دانسته میشد. طربخانه در ساحل دریای سیر و شفتی باغ کمال خوجندی جایگیر شده است. در آن بیش از 50 کس کار میکردند. اولی ماه اپریل امسال رهبران 3 کشور آسیای مرکزی نیز بعد تجلیل نوروزی مهمان آن بودند. بار اول نیست که طربخانه‌های یککسرای به کام آتش می رود. ماه ینوری سال 2022 نیز یکی از تالارهای آن آتش گرفته بود. طربخانه‌های یککسرای از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم‌های عروسی در شهر دوشنبه و خوجند به شمار می رود. سوختار بنا و انشاءات و از جمله رستوران‌ها در تاجیکستان گپی نو نیست. مقامات میگویند فلاکت‌ها بیشتر به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یا به هم رسیدن ناقل‌های برق و گاه‌ها به سبب آتش زدن برقصانه صورت میگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.